نشست مطبوعاتی امروزه طبق امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 15 سپتامبر سال 2021 و دستور سفارش‌های روای دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان وابسته به نقشه تشکیل و برگزار نمودن نشست مطبوعاتی باید و جهت نتیجه‌های رشد اجتماعی اقتصادی ناحیه شهر نو در 6 ماه اول سال 2026 دعوت کرده شده است. در نشست مطبوعاتی امروزه نمایندگان وسایل اخبار عامه اشتراک دارند که همه آنها را به ناحیه شهر نو خیر مقدم میگم. خوش آمدید. خب رئیس، سوال من چنین است: تا آغاز موسم زمستان نقشه ذخیره انگور، هیزم و سوزشواری کی پورا اجرا می شود؟ و دویم سوالم: کدام مؤسسه ها تا حال نقشه آمادگی و زمستان را پورا اجرا نکرده‌اند؟ تشکر. شریک ما همگان می‌دانید همساله قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره آماده نمودن ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی جمهوری برای فعالیت منظم از ثمره‌بخش در دوره پیرامون زمستان 2022 که علاقه قرار رئیسی نوعی همچون نقشه شوریکنی تعریض شده وابسته سمت اساسی گروهی که در نوعیه سمت معاورین و تشکیل می‌دهد. علاقه طبق نقشه دورنما باید 565 تن انگشت باید ما ذخیره می‌نمودیم. علاقه امروز پیش از مدتی معین شده ما توانستیم که نقشه رو 100% در سوهای معاورین یعنی که نقشه تامین انگشت رو تامین نمودیم. از اون جمله ذخیره هیزم و سوزشواری دیزلی که قریب 50% هر یکی اونها در انبارهای مسئول تعلیمی یعنی که ذخیره شده است. امروز ما گفته می‌توانیم که در سطح جمهوری اکنون شده نوعیه شهری نو امروز ذخیره انگشت رو تامین نموده است. سلام باشید. چیزی است که سال گذشته روی داد و دیگه تمام تاجیکستانیان رو مدد آورد. این یکی پروژه از خود رو به خاطر رساندن پردیس رو بینایت بود و دیگری پروژه بامجان در روسیه که جنازه‌اش در شهر نو برگزار گشت. با این خانواده ها شما امروز رابطه دارید؟ از حال فرزندان دیگری مثلا پرویز و خبر شده نیست که ما چطور دارن و مادر خوابجون امروز در کجا زندگی میکنند چه اون رو احوال دارن؟ تشکر. سلامات باشید. یک سوال دیگه مونده. این واجه مدیشه که در تمام خانوار نسبت خوابجان علیف در حقیقت خوابجان علیف و مدارش با همراهی مدارش آورده شد با دستگیری رشته سفارت جمهوری تاجیکستان در روسیه در پارک وطن دفن کرده شد. در این زمان مادر خوابجان از جانب رئیس مجلس ملی مجلس‌عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی خانه تعقیب کرده شد. همین زمان در شهر دوشنبه استقامت کرده ایستادند. در مطلب پرزیدنتی وطن خودیشان تحصیل نموده ایستاده است. مادرشان از این زمان کار نمی‌کنند. اینچنین از جانب روبر دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم آزاده امامعلی 300,000 تومان حکومت کرده شد. همین زمان در شهر دوشنبه زندگی کرده است. شما می‌دانید که از جانب تمام ساکنان ناحیه و بیرون از آن از جمهوری کمک‌هایی رسانده شدند. این ناحیه این زمان در شهر دوشنبه استقامت کرده است. در خانه می‌دانیم این واجه همه جمهوری تاجیکستان بود. این در شهر صحبت کرده است. این زمان نسبت پدرش ادعای جنایی شده است. رفته شده است. سلام باشید. مورد از این گفته‌ها اکتریسه خلقی تاجیکستان مریم ترسون باشد که زاده نوعیه شهر نو هستند و
სინსოლაშონ از 75 گذشته و چند سال اینجوری خونه ندارم. و از جانب خبرداری داشتم و از جانب محترم رئیس نوین شهرنامه و پررگی خبرداری شد و در موضوع مریم توسین را بگیم فعالزنی که از نوین شهرنامه در چورگی های ما همکاری دارم با ما همکاری میکنم و در تماس هست همه وقتا عکس های آنها رو ما در آثارخانه خودمان گذاشته هستیم. در حل مشکل منزلش چه کمک کردن؟ در این مورد خطی ما صحبت کردگی نیستم. майрам турсунова дар ҳақиқат ба мо муроҷиат карда буданд дар ҷамъияти деҳоти шаҳри нав ҳамчун ҳунарманди шоиста ва соҳиби халқӣ ҳастанд аз тарафи бошкӯши муҳтарам раис ва раиси ҷамъияти деҳоти шаҳри нав ҳамчун шаҳрванди ҷамъияти деҳоти шаҳри нав ҳамчун эҳтиёҷманди аввалин дараҷа барои гирифтани замин аз завлигӣ ба кар гирифта шуданд. дар ҳолати пайдо шудани зарурат ҷудо шуди гирифтаи замин дар навбати аввал модари азим соҳиби замин. سبب زیاد بدون بکار کردن چنین قرارها در چیست و عامل‌های آن؟ بر اساس سرنوشت پرکاتور گنرالی وابسته به خودجویی و تمرین سال‌های 2012 تا 2020 قرارهای خودجویی ها تجدید کرده شد، ولی کامل تجدید کرده شد. در خودجویی ها اعتراض آمده شد. قرار رئیس نجات رو برای باقامت جواب باید خودجویی نشد. یعنی جواب همان خودجویی رو قبول کرده شد. همش خودجویی برای خود زوفار رو می‌باشد. در سمت کنشکنی و چقدر کارمندان شبکه‌های برق در ناحیه 129 جنایت صادر کرده شده است که نسبت به همین دوره سال 2025 3 جنایت زیاد می‌باشد و فایز کشاده شوی جنایت ها در همین دوره 95 فایز را تشکیل می‌دهد در حدود ناحیه. در بین نابالغان هم دیده می شود، بیشتر ماجرای اویلوی هم دیده می شود. بعد خلابی دزدی هم در قید گرفته شده. افراطگرایی اکنون از روی معلومات هایی که گیریم هستند، نیست گفته نمیتوانیم. لیکن از روی معلومات هایی که از مقامات های داخلدار داده شده است، ما تا به امروز در حدود ناحیه 65 نفر به قید گرفته شده در جستجو قرار دارند که از جانب مقامات های قدرتی ناحیه کاربری کرده شده است. سلامت باشید، تشکر. وابسته به خانشکنی‌ها نسبت به سازمانی برق صدای اجرای برق قید کردن 78 خانشکنی‌ها به قید گرفته شده است که 119,000 تومانی ضرر 119,000 تومانی ضرر برخورد است. وابسته به کارمندان این ساحه ساحه مقامات نسبت کارمندان این ساحه از دورین خیلی یعنی احوالی هم باید صورت میشه از اون یا 10 نفر که مثلا باید حضور کردن 10 نفر کارمندانی برق و برایشتنی راه دارند که شبکه‌های برق شبکه‌های زورخانه‌ای محترم نمایندگان مسئولیت اخباری عامه حاضرین گرامی، وقتی برگزاری نشست مطبوعاتی به انجام رسید برای اشتراک فعالانه در نشست مطبوعاتی امروزه با همه شما میnnت‌داری بیان نمودم موفقیت کامیابی‌ها صحت و سلامتی سربلندی پیام خوش آمدید برای موفقیت